امروز میخوام 10 تا از سخت‌ترین چالش‌های دنیا رو انجام بدم. هر چالش سخت‌تر میشه. برو بریم برای چالش اول. اوه وای، مثل اینکه الکی اسمشو نذاشتن چیپس مرگ. وای مامان، آب بدین بهم. خب بریم برای چالش کمی سخت‌تر. 10 دقیقه کف استخر نشستن بدون اکسیژن. خفه شدم. چالش سوم، بندبازی. وای این چه اشتباهی بود کردم. اگه افتادم لطفاً حداقل سابسکرایبم کنین. چالش چهارم، این چالش که خیلی راحته، یکی از 5 آتشین مار بوده. این مارای سمی که چیزی نیستن. بیا پایین. کمک. خب فقط باید یه عکس بگیرم و بریم. فوران کرد. توف تو این شانس. چالش ششم، سلفی تو بالاترین ارتفاع. خب سیب. وای افتادم. چالش هفتم، دست زدن به کابل برق. وای برق. کمک. چالش هشتم، مسابقه با قطار. باید اینجا وایسم تا قطار بیاد تا باهاش مسابقه بدم. وای مگه قرار نبود از اون ریل بیاد؟ چالش نهم، موشک سواری. امیدوارم موشک آشینی نباشه و تو راه نتر که روشن شدن. وای هیچ وقت این چالش ها رو انجام ندین وگرنه مثل من عاقبتتون این شکلی میشه. نه منظورم این شکلی بود. همین جوری. تا ویدیو بعدی. بای. سابسکرایب کن دیگه.